یعنی محمد الله جان خوشرونی که انا ایش چیه؟ مفت ها مفت برای چی در کاره برای ایسکاری زدن درست؟ ها انا ایش چیه؟ ایش ها ایش چیه خیلی؟ محمد الله جان خیلی انا همیش چیه میدونی؟ چیه؟ گاز قندات زن وقتی این میجوکی تراکتور حرکت نکنه وقتی که همجور جوف کردم کم اهمیت بدی چی های کردم ها تو یاد بگی محمد الله جان ایسی نگاه کن همین یک مرده 40 هنر کمای فهمیدی 40 هنر کمای این تراکتور های کنی بچم یکی ای هنروی هسته که انا ما مصفیدی بابید انا می هنروی هسته که انا همین مصفیدی بابید در دوره های جنگی بزرگی وطنی یاد گرفته ای روی تانکه ما خودم تانکر نداشتم وقتی فشیستای تانکیست قپیدم که دستاشونو بالا کردن خندی خواه گفتم شنا انا بعد تانکشونو گرفتم های کردم دیگه به تانکی خودشونو سر کردم تو همین ما رو آورده کجا آورده نمیدونم اول دگان جان بیا بریم با میگم دگان حالا بای اینه میخورد میدونیم ما یک گم هنر به هنر نیستم همه هنر دارم میدونم خیلی ندیدی خدا دیده سمت خیلی عذاب میکشم در زندگی با همه قباله سوخته نمکا و را شو میدونی چی میگه؟ میگه که گوهر ایدستی تو هیچ هنر نمیآید تو کار قشلاق کدن نمیتونی تو دختر هنرمند نیستی برای همون گفتم دگان جان بیا بریم یک بار هم در این پخته دم پخته بچینم هموشون دبرم نشان بتون بدونه که من خیلی کارو را میتونم ای خمان هازی پخت چینی آمده ها دگان جان اوف نه که تو عجایب دختر بدی گوهر آخی نخود که اولین بارش که با پکت هیچ کس پخت چینی نمیآید لیمچه قطی میان به همین افت باشری خدمانه بی خیلی هیچ کس پخت نمیچینه میدونم دگان جان این پاپوشیا رو بی تو اقلا بر وقتر نگفتی من خانه یه چی محکم میپشیدم یه رومالی کلان میداختم یتی لیمچه میگرفته آخی دگان میدونستم که بگم نمیای قطعی برای همه کفتم ببرم بعد دیگه مجبوری دیگه چیکار میکنی بیا دگان یک هنر رو برای نشان بتونیم عجایب دختری همی تو گوهر نکیده یا بسم الله میره بی دگانه پخته را چطور خشروشیده یا حالا که میچینه ها این دادی خدا را بی سفیدی را بی ایسو نگاه کجا نگاه داری تو ایسو نگاه که شفر مر نگاه که تمام رو مصفحه شدی با میخندیه و هم دوری پخته دور آمدیان پخته رو بپرس چیندازیان چی مقصد دارم و یا ها نمیدونی ما پیر شدم چشمایی تو کجا داری تو نگاه که یاد بگی فهمیدی نمان که پخته رو اصریف کنن و یا برای یک کاری خرد چینده است باشه مایلش چوب چینده است یا من ندیدم تام ندیدی یا ای وای بشی تراکتور نگاه که تو اینجا تراکتور نگاه کردن که هیچ که چقه نشو کار بزب شده کار بزب شد حالی بیست حالی بیست حالا بای بار پخته چیندگی هستی نمیدونم یک تاییجش چینده سم یک تاییجش خیم به خاطر دوگانگی گفته چینده سم دیگه چه کنه دگان جان من کار در کسب همه تا پیش رفته ای هسته کی خب انا با فکرم که شیده است اینو نگاه کن اینه ها با اکو گوهر میگم پختار که چیندی جنگ و جنجال در خونه یورو بینه چی گپای تینجیه چی گپای پختو چینده سم بابی دیده سم بایدم پخته شو کی رو پرسیده نیچی درامده ای بای جدا درامدن یگان کسو پرسیدن در کار بابی آهی اونو برای چیم در اینجا آخی من همه شوروز همه پخته رو نگاه بین کردازم که پخته بهترین نعمت های این پخته سفیده این پخته کرته میکنیم سطر میسازیم در وجود من این پخته پنبدانه داره ویش روغن میشه که آخی شکمانو سر میکنیم شما ای بابی نه چی دیگه بست ای بابی به حالی خب این زمین صاحب داره صاحبش میون باید یه دهنک بپرسه اوی اوخی اوی ما حالی ایروی یک چقدر پورا مدد کردیم
به چی مقصد شما پخت چین دسته نه؟ بابی ها آخی میگم که مرا شوهر میگه که تو کاری قشلاق نمیتونی تو هنری کاری قشلاق نداری انا تو مرا میگه که تو اثبات کنه که تو کاری قشلاق هم میتونی من دلم خیلی پخته به چین پخته چین تا نشان بده اثبات کن من برای تو مرسدس میخرم وا همه خیلی گو ها اگر تو پخت چینی رو یاد بگیری تو مرسدس میخرم ها همین رو نشان تو مرسدس میخرم شید دختر ما 10 دقیقه که دیگه هم بیستین 10 دقیقه که دیگه حاضر 10 دقیقه که دیگه بیستین من میخوام پخته بچینم و برای چی بابی؟ بابی خطو پخت چی در کارای آخه من پخته چینیم شوی حمید نشان میتون زلانی خیلی کارخانه چی کارخانه شخصی آخی کارخانه دولتی های چوده روی روز نمروز شید 50% کارگرای کارخانه نیستن همین هم کار شید همین هم نغمه شید چه گفایی ای گوار ایجی بیو پیش بیو ای چی گفایی ای چه خیلی کار بیایی ای این کارخانه ایمن نیست این کارخانه دولت داده که رزولتات نشان تیم چو در میکنن نه این اکن من نخواد طرفی تو آواز بلند کنم تو یک مادری ما باید که خاک پای مادرها رو تفا کنیم نه که ما مجبورم به سر یک مادر داد بزنم چوه وای مرگم بخششی زیاد خیلی خطان میدانن که ما در خانه گوده که مایده دارم آخی تا خستم وای گودک ما پامپرساش علیش کدم تا شیر کردم دادم تا خانه در مجام کدم که دیر شد خیلی بخشی زیاد ای پگه دیر نمیکنم کوشش میکنم که با وقت رگمی کارام بود کنم بیام بخشش که اخیران دو مایلی بابی جان بخششی زیاد البته مورم مادرم شیر میداد لباس تازه میپوشاند سر رومانو تازه میکرد نه که با همه کاراشو دیرام میکرد آخی خیلی مالی تو یک نفر مادری مالی آخی بلند کارات خوش رو بصفت بکاکا کرای دیر کردم هفایی زفر ایجی بیو و علیکم برسلام زفر جانی قد روز خوش رو که کرسافشی کیرای نومی کرسافچیکی کیرای این همی قد و بست خوش رو کیرای انمی چشمای کلان آخی چو بر وقت نمیویی نیم روز شده همیم کار بیایی اینو بی اینه کار دمی با فرادارانت که با گشته بیا نمیشه چو دیر کردی خیلی اونو گهور و خیلی بیچاره اوچای کارو برای اوچای رو من خودم میفهمم گوش کن این تلفن تو بکشو تسترک آی پی کشو تا اول مرا بفهم که چون دیر کردی چون های آخی بابی همین اویلیکو رو دیر میتین آخی دیر این بحانه یافتی بحانه تا چی دروغه آخی معاش دیر میتین اویلیک دیر میتین خیلی آخی دیرم باشه ما همه اویلیک میتیم کو او مام دیرم باشه آمدم کو وای